آیا از الله میترسی؟ ترس از عذاب الله یکی از عامل‌های مهم تشکل زندگی مسلمان است. این ترس در مسلمان هر قدر قوی‌تر باشد، همان قدر دلبستگی او به امر کرده های الله قوی‌تر می‌گردد. یعنی این ترس یکی از شرط‌های واقعاً اطاعت الله و زندگی از روی اعتقاد اسلامی است. یکی از چیزهایی که در قلب انسان مسلمان در نتیجه ایمان آفریده می شود، این ترس از عذاب الله است. در نتیجه ترس انسان کوشش می کند که از آن چیزی که از آن می ترسد دور باشد. از این رو اگر شخص واقعاً از عذاب الله بترسد، کوشش می کند که از این عذاب دوری جوید. یعنی چون این عذاب به او نخواهد رسید. طوری که ذکر گردید، برای این انسان باید ترس واقعی داشته باشد. هر یک مسلمان باید درباره اعمال خود و یا عموما زندگی بنیاد کردهش اندیشه کند و حساب کند که آیا این گونه عملها و یا طرز زندگی به عذاب الله میبرد یا نه. انسان این گونه کارها را هر قدر بیشتر و با دقت به جا آورد، از عذاب و عقوبت دور شدنش همان قدر با اعتمادتر می شود. درست است که ما نه همه کامل هستیم، اما در برابر این ما آنقدر به عقل هم نیستیم. وقتی فکر کنیم که هر کاری را که می خواهیم انجام دهیم و چگونه ای که می خواهیم زندگی کنیم، یعنی زندگی فاسق و جنایتکار را به سر برده از رنج و عذاب رها می یابیم؟ نه، همیشه باید به یاد داریم که حساب در آخرت و عذاب دوزخ است. ترس از عذاب الله با شناخت الله سبحانه و تعالی است. انسان با تفکر موجودیت آفریدگار را درک می کند. اگر عقل درک کند که اشیا آفریده آفریدگار است، پس از این درک احساس بزرگ آفریدگار، احساس ترس از او و احساس مقدس دانستن او در انسان تشکل می یابد. آیا ما چنین چیزی داریم؟ بیایید درباره این سوال فکر کنیم. اگر این ترس در ما باشد، آیا تأثیر این ترس در زندگی خود، یعنی زندگیمان را با ترس الله شکل داده ایم یا نه؟ در عکس حال ما چگونه می توانیم دعوای خدا ترسی را داشته باشیم؟ زندگی با ترس الله به معنای زندگی با رعایت شریعت اسلام در همه ساحه‌های حیاتمان است. فکر و اندیشه های خود را در زیر نوار نویسید تا باز یک بار دیگر یکدیگر را از ترس الله آگاه نماییم.